هر کسی که اگر با طهارت خواب میکند، یعنی شب طهارت میکند و خواب میکند، به منزله چی هست؟ به منزله این است که همون جایگاهی که همون انسان خواب است حکم مسجد دارد. اگر 3 ساعت است، 4 ساعت است، 5 ساعتی که بنده خواب میکند حکم نماز دارد. هر نفسی که بنده در اون شب میکشد این حکم تسبیح دارد. کسی که اگر با طهارت شب خواب میکند. دویم چیزی که پیغمبر خدا گفتن جهاد در راه خداست، این چی هست؟ کثرت الخطا الی المسجد. دویم عملی که جهاد در راه